بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما روزداران عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ در نهمین روز از ماه مبارک رمضان. در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز خواهیم بود، دکتر علوم حدیث از دانشگاه اسلامی مدینه منوره. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی شما عزیزان عرض سلام دارم و خوش آمد میگم حضور جناب دکتر رو در استودیو. خوش آمدید جناب دکتر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش خرم و سعادتمند بوده باشید شما و جمله بینندگان عزیز. از الله تبارک و تعالی برای خود و شما و جمله اهل اسلام توفیق و سعادت دائمی و قبول اعمال پرکم و کاستی خیش را خواهانم. الله تبارک و تعالی با ما و شما همه ثبات فهمی درست دین، عمل به آن و ثبات بر حق را نصیب کند. آمین. اگر اجازه بدید جناب دکتر مستقیم بریم سراغ سوال‌های بینندگان. شما عزیزان هم میتونید با شماره‌هایی که برای شما زیر میز خواهد شد تماس بگیرید و سوالاتتون رو در این برنامه مطرح بکنید. جناب دکتر بیننده پرسیدن که آیا بعد از اذان صبح رمضان و بعد از تمام شدن سحری هم میشه غسل جنابت کرد برای کسی که برای او غسل جنابت واجب هست، به تأخیر بیاندازه برای بعد از اذان صبح اشکالی نداره؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد در این موضوع حدیثی از ام سلمه و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هر دویشان هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از جنوب می بودند، بعد از اینکه اذان می شد یعنی صبح می دمید، بعد آن غسل می گرفتند و برای نماز حاضر می شدند. در اینجا ابو هریره رضی الله تعالی عنه فتوایی داشتند که کسی که صبح شد و تا به حال غسل نکرده بود روزه خدا افطار کرده و باید قضا بیاره. این موضوع به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسانیده شد. آنها گفتند که ابو هریره اشتباه کرده و این جریان عملی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین هست، لذا در اشکالی نداره. و ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم بعد از اینکه حدیث را از طریق شاگردان از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها شنیدن دوباره از فتوای خود رجوع کردن. اما مسئله دیگری که در اینجا اگر بعد از کسی فراموش میکنه از یادی او از خاطر از اون میرود تا به اینکه وقتی نماز میشود و نماز یا مردم نماز میخوانند هنوز غسل نکرده، در این هم بالای او اشکال وجود نداره. حالت دیگرش هست که خودش در جریان نماز به خاطر میاره. در این هم ما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی داریم که در جریان نماز خودشان که نو یعنی آغاز کرده بودن که به خاطر آوردند و رفته غسل کردن و دوباره آمده نماز را تکمیل کردن. البته این در جریان رمضان نبود، این در جریان رمضان و روزه نبود، اما در کل در نمازی صبح بود. پس به این معنی است که یعنی در هر یکی از این حالات اشکال انشاءالله الرحمن در روزه شخص به شمار نمی رود و این تأخیری که احیانا از فراموشی بوده و احیانا از عمدی تا که وقتی نماز خارج نمی شود در اصلش اشکال وجود نداره. اما وقتی نماز صبح خارج شد، نمیگم وقتی ادای نماز جماعت، وقتی نماز صبح یعنی قضا شد، نماز صبح قضا شد، باز در اون صورت گناه قضای نمازی صبح را داره که او از گناه خوردن یک روزه بیشتر است. یعنی گناه قضای عمدی یک وقت نماز
و اساس این که نماز رکن دومی از ارکان اسلام است و در نصوص صریح قرآن و سنت یعنی ترک او به عنوان عمل کفری به شمار آمده، در حالی که چنین نصوص شدید در خصوص رمضان افطار رمضان نیست، اگرچه در عرف عام ما اون سنگین تر به نظر میرسه و حالا در حکم شریعت عکس است که زکات و نماز مهمتر از روزه هست و ترک آنها گناهش به مراتب بیشتر از ترک روزه است. حتی اینکه در سوره توبه یکی از مواردی که ذکر میکنه الله تبارک و تعالی برای قبول توبه مشرکان و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکات ان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. پس یعنی این موضوع روشن تر بوده باشه برای بیننده. تشکر از شما جناب دکتر. بیننده دیگری سوالشون است خواهری که من 35 سال مشکل معده دارم و نمیتونم روزه بگیرم، حکم من چیست؟ کسی که به چنین حالت گرفتار هست شرعاً معذور می بوده باشه و این اگر در روزهای کوتاه یعنی تکلیف معدهشان شدید نبوده باشه و در روزهای کوتاه سال، روزهای زمستانی یا که به فرق میکنه به اساسی که هر رو به شمال وقتی که میرون روزهای زمستانی، اما رو به جنوبی دنیا اگر میرون روزهای تابستانی، چون اینجا تابستان کمتر تابستان اونجا زمستان هست و زمستان دیگه تابستان هست، یعنی روزهای کوتاه سال که عموما زمستان می باشه، در هر نقطه‌ای که روزهای کوتاه بود زمستان می باشه، یعنی زمستان هر دو فرق میکنه. در اینجا در اون روزها اگر می توانسته بگیره برایش بهتر هست، چون به نص قرآن کریم نزدیکتر است که فعدة من ایام اخر. اما اگر در آن هم مشکل داشته باشد دیگر در بدل هر روز فدیه میدهد و چقدر فدیه میدهد؟ دو وقت طعام یک مسکین، یعنی دو وعده غذایی برای هر روز. دو وعده غذایی یک، بله برای هر روز، یعنی یک سحری یک، یعنی هر روز رو میاد برای غذای هر روز 2 نفر رو غذا میده، یک بار 2 نفر یا یک بار 2 نفر یک مسکین 2 بار یک روز. یعنی کل رمضان میشه 60 تا مسکین رو غذا داده. بله 60 تا مسکین یا که 30 مسکین در جریان کلی رمضان، یعنی در بدل هر روز روزه است. البته غذا معیارش به اساس محیط زیستی اون شخص و امکانات مالی او فرق میکنه. مثلا علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، کسی که توانمند بود بیشتر میده، بیشتر به اندازه غذای خودشان البته میتونه که به اساس غذای یک فقیر که چیزی برای از حساب شوه. یعنی یک وعده غذایی که خود انسان عادتا میخوره حدی وسطش، نه که غذایی که احیانا میخوره برای میهمان خاص میاره، بله این نه، بلکه غذایی که غذای معتاد و در میانه عمومی خانواده هست و اون شخص هست، اما غذا را حساب میکنه. اگر شخصی فقیر بود از او کمتر میشوه، ثروتمند بود بیشتر و غذای خوب تری میباشه. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیز رو میگیریم. اولین بیننده برنامه امروز. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، سوالتون رو مطرح کنید. میخواستم بپرسم که مبلغ از وسته با دست میارد. اگر مقداری واضح‌تر صحبت بکنید خواهر گرامی، صداتون مفهوم نبود. بار دیگر از اول سوالتون رو تکرار کنید. شخصی که زندگی از مواد مخدر به دست می‌آید. کسی که درآمدش از مواد مخدر هست، بله استفاده می‌کنه، جزاش چیست؟ یعنی این حکمش چی میشه؟ بله. کسی که درآمدش از مواد مخدر هست حکمش چیه؟ بله. سوال دیگری هم دارید؟ نه، رحمتتون دارم. ممنون از شما، تشکر از شما. بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. شما سلامتی. ممنون از شما. شما موفق باشید. همچنین شما واقعا امت مسلمه. قربان شما. من یه جایی کار میکنم با این آقای ایرانیات، خب بله. بعد اونا روزه نمیگیرن. من کار من مثلا آبدارچیه، چایی درست میکنم، غذا واسهشون درست میکنم. آیا این گناه داره واسه من یا نه؟ من خودم روزه میگیرم. اطرافیان شما روزه نمیگیرن، شما رو مجبور میکنن که برای اونها غذا و چای درست کنید. من خب کارم مثلا اینجا من چیزم متوجه شدم. آبدارچی هستید شما؟ بله. اون اطرافیانتون مسلمونن دیگه؟ بچه مسلمون هستن ظاهرا؟ ایرانی هم. بله. یعنی بچه های شیعن؟ آره. سوالتون مفهوم بود. سوالتون مفهوم بود. بله. و یه چیز دیگه، یه سوال دیگه، این مثلا کسی که مثلا الحمد شریف رو یاد داشته باشه با یه قل والله، نمازش درسته یا نه؟ بله. سوال دیگری هم دارید؟ ممنون، ایشالله همیشه موفق باشید. ممنون از شما. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. با سلام و خدمت مجری محترم و جناب آقای عبدالقدوس دهقان محترم. جناب دکتر احسان الله مبارز کارشناس برنامه هستند. سوال فقهی اگر دارید بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. استاد گرامی خسته نباشید. سلامت باشید. سلام بر شما، بفرمایید. سوالتون مطرح کنید. ببخشید من یه جای کار میکنم، مسجد مثلا از من خیلی فاصله داره، خیلی بی اندازه فاصله نداره. فرضی مثلا من رفت و برگشت که وسیله‌ام ندارم، پیاده که برم حدوداً 25 دقیقه یا نیم ساعت رفت و برگشت میشه. آیا این نماز مثلا تنهایی بخونم با یا برم به مسجد؟ برای نماز رفتن 25 دقیقه پیاده رفت آمد فاصله است. شما صدای اذان رو میشنوید؟ بله 25 دقیقه رفت و برگشت فاصله است. صدای اذان و مسجد به شما میرسه؟ نه مسجد اذان نمیرسه، چون که اینجا تو ایران ما مسجد مخفیانه است، چون که دیگه کجا هستید شما؟ کدوم شهر هستید؟ ما شهریه است. شهریه است. مسجد نیست، نمازخانه است. میگم نمازخانه است دیگه. حالا مثلا مسجد بود ولی این سال دیگه ندادن دیگه. نمازهای فقط نماز تراویح خوانده میشه یا نه 5 وقت رو میخونن؟ نمازهای تراویح خوانده میشه، فقط مخصوص تراویح. حالا چون که نمازهای دیگه سوالتون دریافت شد. سوالتون دریافت شد. سوال دیگری هم دارید؟ ممنون از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. برنامه پرسش و پاسخ. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید سوالتون مطرح کنید. بعدتون قبول باشید ان شاء الله. قبول الله تعالی باشه از ما و شما و همه امت اسلامی. بفرمایید. ببخشید من شب یادم رفت نیت بگیرم، نیت روزه. آیا روزم قبول است یا نه؟ قصد روزه داشتید؟ آره قصد داشتم، ولی سحری بیدار نشدم. سحری هم نه یعنی خب دیشب قصد داشتید که فردا روزه میگیرید؟ آره قصد داشتم. سوالتون رو مطرح خواهم کرد از جناب دکتر، بفرمایید. بله ممنون از شما. بیننده گرامی سلام علیکم. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. سوال اگر دارید در خدمت شما هستیم. ببخشید الان یه نفر میخواد مثلا فردا روزه بگیره. بله. بعد با خانمش همخواب میشه، صبح هم موقع سحری خواب میمونه، یعنی صبح ساعت 7 بیدار شه، میتونه روزه بگیره بدون سحری یا نه؟ چشم، اینو جناب دکتر پاسخ خواهند. سوال دیگری هم دارید؟ نه خیر، خدا. ممنون از شما. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید در خدمتتون هستیم. یه سوالم، این دختر 6 ماهه دارم، اسمش گذاشتم مرسانا، نمیدونم معنیش چیه. میشه معنیش به من بگید؟ یه بار دیگه لطف کنید. نامشون چی بود؟ مرسانا. مهرسانا.
بله مرسانا. بله. سوال بعدیتون؟ میخوام بدونم منش خوبه یا بده. سوال دومم اینه که بعد از ظهر اگه زن پریود بشه روزه داشته باشه بخوره یا نگه داره تا از اون بشه؟ این رو هم جناب دکتر پاسخ بعد از ظهر کفاره میاره. این رو جناب دکتر پاسخ خواهند داد ان شاء الله. سوال دیگری هم دارید؟ خیلی ممنونم. خدا. ممنون از شما. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. برنامه پرسش و پاسخ. مقداری بلندتر صحبت کنید، صداتون ضعیفه برادر عزیز. سوال داشتم. بفرمایید. بفرمایید. میگه که آیا ابرو گرفتن برای زن جایزه؟ یک بار دیگه تکرار کنید. من صداتون برام مفهوم نیست جناب بیننده عزیز. اگر بلندتر صحبت کنید. دوستان صدا رو تقویت کنید مقداری. دوباره تکرار بفرمایید صداتون رو، سوالتون رو. بیننده گرامی هستید دو خط؟ متاسفانه تماسمون با ایشون قطع شد. لطف کنید دوباره تماس بگیرید و مقداری بلندتر صحبت کنید. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. سلام، یه سوال داشتم. بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. سوالتون مطرح کنید، در خدمتتون هستم. بچه‌م اسمش عمر، میگه دولت اسمش عوض کن، چی کار بکنه؟ چشم انشاءالله جناب دکتر پاسخ خواهند داد. الو سوالتون رو گرفتیم، دریافت کردیم. سوال دیگری هم دارید؟ عمر نه اسم بچه من دانشگاه درس میخونه، دولت میگه اسمش عوض بکن. چشم این سوال رو مطرح خواهیم کرد. جناب دکتر سوال پاسخ خواهند داد. منتظر پاسخ باشید. ممنون از شما. بیننده گرامی سلام بر شما. بیننده سلام علیکم. بیننده گرامی صدای ما رو از تلفن بشنوید. سلام علیکم. سلام علیکم. تماسمون با ایشون قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی مقداری بلندتر صحبت کنید. صدای ما رو دارید؟ تماسشون دوباره قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی. تماسشون دوباره قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. صدای ما رو از تلفن بشنوید لطفاً. سلام بر شما. سلام علیکم. من خواهش من از همه بینندگان عزیز این است تا صدای ما بس شد صدای تلویزیونتون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید، چون صدای شما از تلویزیون حدوداً 10 تا 15 ثانیه دیرتر به شما میرسه. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. حالتون خوبه؟ ممنون از لطف شما. الله شما را جزای خیر بده و شما و همه بینندگان عزیز رو. آمین. خدمت خوبتون، صالحات. فرماندهتون الله شما را در جنت جایگاه بده. آمین. همین ما و شما امت اسلامی رو. یه سوالی داشتم جناب سلیمانی. در خدمتتون هستیم. میگم که اسم دختری اسم مارینا اسم خوبیه یا نه؟ والا این سوال ها رو دیگه باید به سراغ لغتنامه رفت برادر عزیز، چون بیننده قبلی شما پرسیدن مارینا. بله. حالا من جناب دکتر یک سری من از جناب دکتر باز انشالله سوال رو خواهیم پرسید که قواعد کلی درباره نامگذاری مطرح بکنن که بله. امروز همه فقط اسم میپرسن، اسم چطوره؟ خب به همین خاطر میگم که جناب دکتر یک سری قواعد کلی رو مطرح خواهند کرد که در جزئیاتش دیگه خود عزیزان انشالله تصمیم بگیرن، چون این اسمها نامش دیگه ما الان باید لغتنامه باز بکنیم، یکی یکی نگاه بکنیم معناش چی است و این از حد توان ما خارج است. جناب دکتر یک سری کلیاتی درباره نامگذاری و شروط نامگذاری خواهند گفت انشالله. حالا انشالله
اینو یه توضیح مختصری بدید ان شاء الله برنامه بعدی منتظر شما. ان شاء الله جناب دکتر پاسخ خواهند داد. ان شاء الله جناب دکتر پاسخ خواهند داد. خواهش میکنم. خدا نگهدار. ممنون از شما. بیننده آخر رو دریافت میکنیم تماسشون رو. سلام علیکم. جان احمد جان صداتون رو نفهمیدم چی گفتید. بیننده بعدی رو خط نیستن. اجازه بدید بینندگان عزیز به همراه شما و جناب دکتر میان برنامه‌ای ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با پاسخ سوال‌هایی که دریافت کردیم. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و پاسخ به سوالات شما عزیزان از طرف جناب دکتر احسان الله مبارز، دکتر علوم حدیث از دانشگاه اسلامی مدینه منوره. جناب دکتر، اولین سوالی که پرسیده شد، خواهرمون فرمودن که از تاجیکستان کسی که مواد مخدر میفروشه و درآمدش از مواد مخدر هست، حکم مال این شخص چگونه است؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد، چون این شخص برای خود او هم معلوم است، برای دیگران هم معلوم هست که مال و سرمایه‌ای که او داره از حرام است. بله. سرمایه از حرام است و سرمایه حرام شرعاً حرام است دیگر. حتی نزد بسیاری از اهل علم بنابر حدیثی که در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، بنابر او حکم میکنن که حتی حج و غیره عبادات مالی که از طریق مال حرام ادا میشه و نزد الله تبارک و تعالی مقبول نمی باشه و ادا نمی باشه. یعنی اینجا دو مسئله است. یکی که آیا او نزد الله تبارک و تعالی مقبول و قبول میشه و الى الله تبارک و تعالی انما یتقبل الله من المتقین. این مسئله واضح است. اما مسئله دوم که آیا ادا میشه و یعنی فرض شرعی از گردن او ساقط میشه و یعنی در این اختلاف دارن. اما مسئله اول قبول نشدنش، قبول نشدن که مسئله یعنی اجر و پاداش نداره، که برای چیزی که به حرام انجام شده. حتی مشرکین مکه هم که بود در زمانی که خانه کعبه را دوباره میخواستن بنا کنن با همه سرمایه های خود، این موضوع را جدی مراعات میکردن که حتی گفتن در خانه خدا نباید چیزی از حرام اضافه شود، لذا مال حلال خودشون آنها تعاملات ربوی و امثال این داشتن. مال حلالشان به اندازه که جمع آوری کردن، نیمی خانه کعبه برای تعمیر نیمی خانه کعبه به مشکل کفایت کرد و همین دیوار امکان لذا حتیمی که بیرون هست خاطر بیرون ماند، به او خاطر بیرون ماند، یعنی کامل نشد. بله، چون این نکته در دیدی از اونها بود، از دین ابراهیمی، از بقایای دین ابراهیم علیه السلام که تعظیم خانه کعبه و تعظیم مشاعر و بعضی از خوبی های دیگری که در جامعه از همان دین ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام مانده بود وجود داشت و در اوی ترکیز داشتن که آنچه معامله با الله تبارک و تعالی پاک باشه، معامله پاک بوده باشه. بله. لذا حتی در مال حرام مثلا میگوید برای خلاصی از او انسان میتونه که او را در راه خیری، در کار خیری مصرف کنه و از او توقع ثواب
نداشته باشه. البته همین که خود از حرام رها میسازه، خود این ثواب بالاتر از یک صدقه داره. یعنی خود این ثوابی به حد زیاد داره، اما موضوعی که ثوابی صدقه را از او توقع نداشته باشه. ممنون از شما جناب دکتر. یعنی مالی رشوت و غیره هم از در ضمن داخل میشه. جزاکم الله خیر. برادر عزیزمون فرمودن که در محلی کار میکنن که اون محل وظیفه ایشون به هر حال آماده کردن چای و غذا هست برای کسانی که اونجا هستن و اونها روزه نمیگیرند و مسلمان هم هستند. در صورتی که اونها مسلمان نبوده باشند، در اشکال برای این نیست که به عنوان یک مسلمانی که در خدمت مزدورکاری نزد یک شخصی کافر کار میکنه و مزد خود میگیره، چون اونها مکلف، یعنی در اصل شریعت مکلف به تمام احکام شرعی هستن، ولی این جزئیات وقتی به مکلفی میشوند که اول ایمان بیارن، بعد او باز تکلیف اصلی متوجه آنها میشه. لذا در او به او هیچ اشکالی وجود نداره. اما اگر افراد ولگرد مسلمان هستند، اگر لاابالی باشند، در اونجا این همکاری در تجاوز شرعی از اونها میشده باشه، در این صورت این مشکل داره. اما اینکه اگر از مثلا از رافضی های رافضی ها در اصل اسلامشان مشکل وجود داره که ما به قناعت کامل دارم که یک رافضی مسلمان نیست. میشه یک شیعی که به الله، به قرآن، به صحابه کرام، به ائمه اسلام احترام قائل بوده باشه، حرمتی از اونها را میشناخته باشه، به اینها اعتقاد و باور داشته باشه به حرمت اینها. این مسئله است که اسلامی او شکی نیست، او یک مسلمان است، یک رافضی نیست. اما این که یک شخص رافضی که قائل به همون چیزهایی بوده باشه که از کفر صحابه، لعن و نفرین بس عمومی به عمومی صحابه، یعنی عقیده به کفر از اونها، عقیده به اینکه آنها یا قرآن تحریف کردن یا اینکه مطالب او را تغییر دادن. و هر تعبیری بکنن یک معنا از تحریف هست. و هم اهانت به ام المؤمنین عایشه، اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، تکفیر او یا که فحاش به نسبت او به فحاشی و هر یکی از اینها در ذات خود در سبب خروج از اسلام میشه، سبب خروج از اسلام می بوده باشه. ولی همچین افرادی اون موقع اشکالی نداره. اینا حکم اونها دیگه حکم اهل اسلام در خودند، اونها لازم دارن که به اسلام دعوت شوند تا اینکه داخل به اسلام شوند. در شمار قماش دیگری از اونها هست که گویا متوسط خدا حساب میکنند، از قبیل این عبدالکریم سروش و غیره که در نیم رافضی نیم روشن فکر خود را نمایان کردن. اینها اصلا نه به قرآن ایمان دارن، نه به رسول الله ایمان دارن و نه به سنت و نه به چیزی از دین مبین اسلام. یعنی حتی اینا هیچ نوع وابستگی به دین مبین اسلام ندارن، احیانا شیرین زبانی های بیشتری دارن. جناب دکتر کار مشکل شد. الان این برادرمون چطور تشخیص بده این مسئله؟ خب میدونه که کیها هستن، با چه فکری هستن، با چه فکری هستن. اگر آنها مسلمان بودن و نوع بی‌بندوباری داشتن، چیکار باید بکنه؟ یعنی در این صورت یعنی کوشش بکنه که مرخصی بگیره رمضان اگر مرخصی بگیره یا که چیزی بوده باشه، یعنی راه گریزی پیدا کنه. بله، راه گریزی برای خود بسنجه و اونها را دعوت بکنه. در اصل بیشتر از اینکه اونها را دعوت بکنه، نصیحت بکنه به اسلوبی خوبتر تا اینکه اونها هم در کنار این اسلام عملی بسازن. اما اگر از دسته هایی بوده باشه که یعنی در اسلامی از اونها مشکل هست، اصلا به روزه و به نماز و به اینها باور ندارن، به عقیده ندارن، اینها را احکام شرعی نمیدانند، در اون صورت تعاملی او با یک مزدورکار مسلمان نزد یک
غیر قسمی که سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نزد یک یهودی کار میکرد و رسول الله صلی الله علیه و با اشتراک همه صحابه درخت‌های یک باغ کامل اون یهودی را برای آزادی سلمان فارسی رضی الله عنه رفته غرس کردند. این مزدورکاری و اشکالی نداره. یک مسلمان نزد غیر مسلمان اشکال شرعی نداره. اگر مختصرتر لطف بفرمایید جناب دکتر که سوال‌های دیگر هم برسیم، که ایشون در ادامه فرمودن که کسی که فقط الحمدلله و قل والله احد رو بلد هست آیا در نمازش اشکالی ایجاد میشه؟ هیچ اشکالی نداره. قبلا روز گذشته هم سوال شبیه بود بیان داشتیم که تنها سوره الحمد قرائت او نزد جمهور علما واجب و نزد همه علما واجب هست و نزد جمهور علما رکنیایی که فرض است، امام شافعی و غیره، چون احادیث صریح در اینجا هستن. حتی مذهب حنفی که هست در اونها هم واجب میدانن. باقی غیر از او وقتی که یک نفر سوره فاتحه را درست یاد داشته باشه بخونه، نماز از او کامل درست می شود. قرائت زائد بر او قرائت مستحبه نماز هست، چی قل هو الله بوده باشه، چی هر سوره دیگری بوده باشه و ای چی که یک سوره را بارها مانند سوره فاتحه تکرار کنه، هیچ اشکالی در این وجود نداره. انشاءالله که این سبب نشه که تنبلی بکنن عزیزان رو یاد نگیرن، انشاءالله که سوره دیگر هم یاد بگیرن، ولی خب این حکم فقهی نماز است. نه اینجا مسئله است کسی که نمیتوانسته باشه یاد بگیره، اما کسی که توانایی داشته باشه و از قرآن غفلت میکنه و بی‌پروایی میکنه، باز اونجا گناه غفلت از قرآن را با خود داره. و مسئله حکم وقت اقتصادی برای کسی است که استعداد و توانایی او ضعیف هست و ناتوان هست. که حتی کسی که ناتوان کامل بود که هیچ نمیتوانست، او از سوره فاتحه هم معذور پنداشته میشه، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولی توانایی داشت و نیاموخت گناهکار است. اونجا باز گناه دیگری خدا داره. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری فرمودن که در شهر یزد زندگی میکنن، میدونیم در این شهر متاسفانه مثل تهران و شهرهای دیگر اصفهان اهل سنت مسجدی ندارن، نمازخانه هایی هست که جناب دکتر فقط نماز عشا و تراویح خوانده میشه و ایشون فرمودن که فاصله شون زیاده تا این نماز خونه بودن 20-25 دقیقه و اگر آیا شرکت نکنن گناهکار میشن؟ نماز رو خونه خودشون بخونن. در مجموع اگر این شرکت برای نماز تراویح تنها بوده باشه که امر مستحبی است، اگر فرض عشا امر مستحبی است، اگر به اساس بر نمازهای فرضی بوده باشه باز حضورشان در اونجا یعنی غالبا فقط یک نماز خوانده میشه جناب دکتر. یعنی غالبا فقط نماز عشا و تراویح خوانده میشه، بقیه نمازها به هدف تراویح در اصل گرفته شده. در اصل حضور به جماعت در نمازهای فرضی به مراتب مؤکدتر هست و برای از او بیشتر برادران عزیز جدی بوده باشند از حضور تنها نماز تراویح که در ذات حکمی شرعی و در ذات خود مستحب است. از سنن مستحبه است. تراویح و ثوابی بیشماری داره که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که من مقام رمضان ایمان و احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، کسی که از ایمانداری و با امید ثوابش ماه مبارک رمضان را شب‌های ماه مبارک رمضان را نماز می‌خواند، گناهان خردریزی گذشته او همه بخشیده می‌شود. اما ایشون اگه نرفتن برای نماز تراویح اما نرفتن در او گناهی نیست. حتی اگر یعنی موضوع گناه نبودن تراویح تا مسجد نزدیک هم باشه در نفس تراویح گناه نیست، اما در نمازش اگر نرفت باز گناهگار میشه. ایشون هم اگر با این فاصله حتما باید برن؟ این فاصله خیلی فاصله هست، یعنی میتونن نرن پیش خودشون؟ بله ان شاء الله میشه معذور بوده باشن و فاصله خیلی هست. نگاشگاه نداره که در خونه خودشون بخورن. بله ان شاء الله اشکال نداره. بیننده دیگری که فرمودن شب خواهری که نیت نکردن برای روزه و سحری هم خواب ماندن و روزه‌شون رو شروع کردن، آیا نیت کردن الزامی هست که شب حتما نیت بشه؟ همین که تصمیم داشت که فردا من روزه میگیرم خود این نیت است. باقی میمانه نیت دخول در روزه، یعنی آنچه که مانده در چیز که میگه از شب نیت نداشت، کسی که از شب نیت روزه نداشت فلا صیام له، روزه نداره. اما کسی که شب نیت داشت خودی همین نیت هست، نیت هست. به زبان نیت به زبان ذکرش اصلا سنت نیست، از بدعات است که در بعدها رواج پیدا کرده.
سحری بیدار نشد نماز خدا خوان، اشکال در این وجود نیست. اگر در جریان روز دیگه بیتاب میشه و که دیگه صحتی او اون دیگه مسئله خودش، اون مسئله عذر معذور میشه و اون مسئله جدا هست. اما اگه که میتونه روزه خود تکمیل کنه، روزه بالایش فرض است. اگر میخوره، اگر واقعا نتونست بکنه، تحمل نتوانست، در اون صورت معذور هست. اما اگر تحمل داشته باشه و بخوره، در اون صورت باز گناهگار خورنده روزه حساب میشه و همون کفاره که هست بالایش لازمی می باشه. بیننده دیگری شبیه همین سوال داشتن که شب همخوابی داشتن و بعد سحری هم بیدار نشدن و مثل که ظاهرا ساعت 7 بیدار شدن که نمازشون هم قضا شده. آیا روزشون درست هست؟ ان شاء الله چون خواب معذور به شمار می روه در صورتی که تعمدی نبوده باشه، یعنی از عمدن نخوابیده باشه، معذور حساب میشه. این روزشون درست؟ روزشون درست است و همون زمان میخزن، غسل خدا میکنن و نماز خدا میخوانن، روزه خدا ادامه میدن. بیننده دیگری که پرسیدن خواهری که در با زبان روزه عادت ماهیانه شروع میشه، آیا این روز رو کامل بکنه یا نه؟ نه، با مجرد اینکه عادت ماهیانه شروع میشه، روزه او خود به خود روزه او باطل میشه و با اون روز بعد قضا میاره، این روز را میخوره و دوباره قضا میاره، حتی اینکه در آخری روز بوده باشه. و همچنین کسی که مثلا در خانمی که در قسمتی روز پاک میشه، یعنی اون روز برش واجب میشه در قسمتی از روز پاک میشه و اون روز روزهش بالای او واجب نیست، چون ابتداش نبود. روزه نیمروزی نیست در رمضان، روزه نیمروزی وجود نداره. از او روزه میخوره، چون اصلا روزه نگرفته، بالایش نبوده. بله، بالایش وقتی فرض میبود که از اولی روزه میبود. 3 دقیقه وقت داریم جناب دکتر حداکثر. و سوالی که درباره اسم ها بود، حالا 2-3 متن اسم ذکر شد، مهرسانا و مارینا. قاعده کلی که عزیزان بتونن بفهمن که اسمی که بر فرزندشون گذاشتن آیا یک اسم درست هست یا نه، چی هست در اسلام؟ در مجموع بالای قبل از اینکه نام گذاری میشه و بالای معانی نام ها و مفهوم نام باید دقت داشته باشن، نه اینکه بعد از نامگذاری در جستجوی معنای او شوند که معنای درست داره یا که نداره، اشتباه هست و احیانا شکلی می باشه که از لحاظ کارهای اداری نام او در ثبت احوال مدنی ثبت شده و دیگر باز تغییرات برشان مشکل می بوده باشن، لذا باید که قبل از اینکه نام میگذارن باید در جستجوی این بوده باشن. چه اسمایی اشکال داره؟ عموما نامهای ویژه الله تبارک و تعالی هست، مثلا بدون اضافه عبد، بنده الله، بنده رحمان، عبد مثل یا که معنایش بله رحمان و امثال از اینها. در عموم در نامهای الله تبارک و تعالی کوشش حتی از نامهای دارای اشتراک لفظی هم که باشه، چون رحیم و رؤوف و امثال از اینها، کوشش شود که بدون عبد نمیشه، پیشوند عبد نبوده باشه. اما از نامهای ویژه الله تبارک و تعالی، چون الله رحمان، ذل کبریا، ذل جبروت و اینو پرهیز بشن، مقصد، امثال از اینها باید که پرهیز شود کلا. نامهایی که ویژه ملائکه است، برای شخص هم گفته میشه که بعدش خودداری شود. نامهای ویژه کفار یا که سران کفری، چون فرعون و هامان و جورج و امثال از اینها. نامهای ویژه شیاطین و جنیات که معروف هست. نامهایی که در آنها نوع تزکیه بوده باشه برای شخص، تزکیه برای شخص بوده باشن. نامهایی که دارای معانی فاسد بوده باشن. نامهایی که در مخصوصی معبودان باطل و امثال از اینها بوده باشه. این نامها باید که پرهیز شود. در مجموع کلی حالت اندکی دیگری هست که باز
چون وقتمون کاملا به پایان رسید به وقت برنامه. یعنی کلا در همین تقریبا در همین ها طور اکثری خلاصه میشوند، باز تفاصیل اندکی دیگری داره. ان در برنامه‌های بعدی باز برای بینندگان عزیز بیان خواهد شد. تشکر می‌کنم جنابتون از حضور شما در این برنامه و از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو کردید. همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك